قسم پنجم، خود را از تشویشی که از تنقید پیدا می شود چگونه حفظ باید کرد. باب 19 در خاطر دارد هیچ وقت سگ مرده را نمی زنند. سال 1929 در امریکا حادثه روی داد که تمام نمایندگان معارف را به تعجب آورد. عالمان تمام مملکت به چیکاگو می شتافتند تا شاهد این حادثه شوند. رابرت هاتچینز که زمان پیش خدمتی می کرد، درخت می برید و طناب لباس آویزی می فروخت، حاضر بعد 8 سال آغاز فعالیت به اجرای وظیفه پرزیدنتی دانشگاه چیکاگو از جهت آبرو 4مین دانشگاه ایالات متحده آمریکا آغاز می نمود. می دانید او چند ساله بود؟ عجایب! پروفسورهای سالخورده کله می جنبانیدند. در یک وقت در عالم علم درباره ووندرکیندی نو برآمد، هر خیل گپ و گپچه ها پیدا می شد. از هر جانب او را تنقید می کردند، طعنه می زدند، ملامت می کردند. حالا خام است. عقیده هایش درباره دانش و معرفت پوچ و ناجا و غیره. حتی بعضی روزنامه ها نیز در معرکه های مقابل او شرکت داشتند. روزی به وظیفه آغاز نمودن رابرت اینارد هاتچینز، یک دوستی پدرش به او گفت: من تنقیدی سرمقاله گازیته را درباره پسرت خوانده و دهشت افتادم. بله، جواب داد هاتچینز پدر، این وزنین می نماید، ولی فراموش نکنید که هیچ وقت کس سگ مردگی را نمی زند. حقیقتا هم آدم هر قدر برجسته تر باشد، آدمان از تحقیر او بیشتر کیفیت می برند. شاهزاده ویلز بعدتر شاه ادوارد سه این را در تجربه حیاتی خود دیده است. یک وقتا او کالج دارتموند تحصیل می کرد. این کالج به اکادمی حربی بحری آناپولیس تعلق داشت. شاهزاده آن وقت 14 ساله بود که روز یک افسر بحری او را گریان دید و پرسید که چی شده است. بچه اول چیزی نگفت، ولی عاقبت قائل شد. معلوم شد او را گرد مرین ها می زدن. سردار کالج آنها را جیغ زده گفت که شاهزاده شکایت نکرده است، ولی او فهمیدن می خواهد که چرا محض او را آبیخی تحقیر قرار دادند. گرد مرین ها در اول خیلی زبان خاییدند، ولی عاقبت قائل شدند. آنها خود به خود تصور می کردند که وقتی کماندیر یا کاپیتان فلات شاهی می شوند، می توانند لاف زنند که در جوانی خود شاهزاده را کوفته‌اند. اینک اگر به شما حمله آورند، در خاطر دارید که این به تحقیرگران شما حسی بزرگی شخصی می دهد. این بسیار وقت شهادت می دهد که شما به چیز نائل شده اید و سزاوار اعتبارید. بسیار وقت آدمان قناعتمندی و فرح حس می کنند وقتی آدمان نسبت به خودشان به معلومات و برابر را تحقیر می کنند. مثلا وقتی این باب کتاب رو می نوشتم، از زن مکتوب گرفته بودم که جنرال ویلیام بود اساسگذار ارمی نجات بخش را مذمت میکرد. با رادیو ضمن برنامه‌ای که درباره جنرال بود سخنرانی کردم. زن باشد این را شنیده، چون اعتراض مکتوب نوشته جنرال را به دزدیدن 8 میلیون دلاری که برای به کمبغلان کمک رسانیدن جمع آورده بود متهم ساختنی میشد. البته این گناهکارسازی ناحق بود و این زن هم کوشش اثبات حقیقت را نداشت. او قناعتمندی دهشتناک حس می کرد وقتی آدمی از خودش چند زینه بالا تهمت می نمود. من مکتوب او را دور پرتافته از خدای متعال شکری بی‌حد گفتم که این زن همسری من نیست. طبیعی است از این مکتوب من درباره جنرال بود یگان خلاصه نبرآوردم، ولی درباره مؤلفش بسیار چیزها را فهمیده گرفتم. شوپنهاور چندین سال پیش گفته است آدمان خاکشان پست وقتی کمبودی و عملی ناجای آدمان بزرگ را میابند، قناعتمندی کلان را حس میکنند. وقتی تیموتی دوایت و مقابل نامزد به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برآمد میکرد، شفق و ذوق بی اندازه حس میکرد. اگر این آدم را انتخاب کنیم، میگفت او، ما میبینیم که چطور زنان و دخترانمان قربانی فاحشگی قانونی میشوند، بی شرف و بی عصمت میگردند، شرم و حیا از بین میرود. دقت دهید، این مانند خودی گیتلر را گناهگار کردن صدا میدهد. همین طور نه؟ ولی این سخنان در حق آدمی تماما دیگری گفته شده است. با این سخنان توماس جفرسون گناهگار میکردند، همان توماس جفرسون را که ابد زنده است، مؤلف دکلراسی صاحب اختیاری، دکلراسی اساس حفظ دموکراسی بود. شما چی فکر دارید کدام امریکایی را فریبگر، تملق‌کار، حتی قریب آدم کش نامیده‌اند؟ در یک روزنامه کاریکاتور چاپ نموده شخصی را روی اصلی جزای قتل تصویر نموده بودند که کار در
بالای سرش می ایستاد. بعد این وقتی اسب سوار در کوچه پیدا می شد، آدمان به تمسخر می خندیدن. ازدحام کودکان از پشتش رشتک می کشیدن. می دانید کی بود؟ او جورج واشنگتن بود. این واقعه خیلی بر وقت روی داده بود. شاید اکنون طبیعت آدمی اندک تکامل یافته باشد. باید این را می سنجیم. پیش نظر بیارید ادمیرال پیری را که 6 اپریل سال 1990 قطب شمالی را فتح کرده بود. او این سفرش را در عربچه سگی انجام داده است. این کارنمایی عالم را به تحیر آورد. آدمانی در طبیعت زیادی بهر این کارنمایی جد و جهد کرده به هلاکت رسیده بودند. خود پیری هم از گرسنگی و سرما قریب مرده بود. 8 انگشت پایش را به درجه سرما زد که آنها را بریدن لازم آمد. با وجود همه این به سرش چنان بدبختی ها آمد که قریب بود از عقل بیگانه شود. منصبداران سطح بلندی بحری او را به این عیبدار کردند، خواستند که برای تحقیقات علمی پول جمع آورده در ارکتیکا به کیف و صفا مشغول شد. از افتکار آنها همین خدمه اندیشیدند. آخر اگر ما خواهیم خود را به هر چیز باور کننده می توانیم. جهد و تلاش آن منصبداران به درجه جدی بود که تنها دخالت پرزیدنت مک‌کینلی امکانیت داد او فعالیتش را در ارکتیکا ادامه دهد. اگر پیری یگان منصب قطاری ارادوی را در وزارت بهره‌نوردی اشغال میکرد، به چنین تحقیر و تنقید دچار می آمد؟ البته نه. گاه فعالیت او آنقدر مهم نمی بود که باعث رشک و حسد شود. و گنرال گراند باشد از ادمیرال پیری دید مناسبت به انصافانه کردند. سال 1862 او غلبه قطعی اولین را، غلبه شمال را، غلبه را که گراند را در رو به قهرمان ملی تبدیل داد، غلبه را که حتی در اروپای دوردست هماوازی پیدا کرد، غلبه را که به شرف آن زنگوله ها صدا دادند و از ساحل من و میسیسیپی گلخانه ها افروخته شدند به دست آورد. با وجود این بعد 2 ماه گنرال گراند قهرمان ملی را از فرمانده ارمی سبکدوش نموده محبوس کردند. او از این تحقیر و مایوسی میگریست. برای چی گراند را در اوج شکوه شهرت حبس نمودند؟ برای آنکه او در طینت سرداران خود شبهه و حسد را بیدار کرد. برای همین هم اگر در شما تمایلی از تنقیر ناحق رنجیدن پیدا شود، قاعده اول را رعایت کنید. در خاطر داشته باشید که تنقید ناحق تملقی در نقاب نهان کرده می باشد. فراموش نکنید که هیچ وقت سگ مرده را نمی زنند. پایان کتاب چطور تشویش و هیجان را پشت سر کنیم تا حیاتمان آرام و شاد گذرد از دیل کارنگی.